چند وقت پیش نشسته بودم داشتم فکر میکردم چی کار کنم که کارم وسعت پیدا کنم، افراد بیشتری با کارم آشنا بشن، تا اینکه بهم یه پیشنهاد شد. بیاین بریم براتون تعریف کنم. ماجرا از این قرار بود که تو محل ما یه نمایشگاه قرار بود برگزار شه و تصمیم گرفتم برای اینکه محصولاتمو بیشتر بفروشم و شبکه سازی کنم و افراد بیشتری بتونن با کارم آشنا بشن تو شرکت کنم، اما اصلا نمیدونستم بعد از کجا شروع کنم. بعد با حسین اومدیم اون پلن کاملی که باید انجام میدادیم و با هم فکری هم نوشتیم. علاوه فنی که چجوری باید پخت و چیکار کرد و چه زمانی واسش گذاشت که خیلی نمیتونستم کمکی بکنم، اما در مورد شبکه سازی ایده هایی داشتم که اجرا کردم. یه سری فرم طراحی کردم که زهرا مجبور نباشه اونجا مدام با همه حرف بزنه، اطلاعات مراجعه کننده و حتی غرفه‌دارای اونجا رو بگیره، یعنی بدون اونا بنویسن اسم شما رو، تماس و فلان و اینا، که بعدا راهی باشه برای ارتباط گرفتن، کانکت شدن بهش. یه چیز دیگه ای که به ذهنم رسید این بود که لازم نباشه زهرا مدام واسه هر کسی یه توضیح تکراری بده، که شماره تلفنشو بده، آدرس چنلشو بده، کانال وله رو بده، اینستاگرامشو بده و غیره. اینا رو به این شکل و QR کد توی جدول گذاشتم و رفتم پرینت گرفتم و ازش خواستم که اینا رو اونجا تا میتونه پخش بکنه. در نهایت رسیدیم به این انتخابا: نخودچی، مربایی، کشمشی، کلوچه خرمایی و روز آخرم چند نوع کوکی. اینم بگو شیرینی مربایی اون مارمالاد وسطش رو 2 روز پیش با آلبالوی تازه که بازار خریده بودی درست کردی. ما هی می‌خواستیم اینو مشغول بودیم. هی می‌خواستیم اینو تو حلق مشتری بکنیم. آقا به خدا این مارمالاد رو می‌بینی 2 روز پیش آلبالو بوده، 3 روز پیشم رو درخت بوده، 4 روز پیشم کود بوده رو زمین. دیگه از این تازه‌تر نمی‌شد. این شیرینیه که الان چند تا رو من گفتم هیچ کدوم آموزشش رو توی کانال نذاشتیم. قراره در آینده نچندان دور همه آموزش‌ها رو براتون بذاریم. اومدیم با شیرینیایی که موندگاری بالاتر از یه ماه داره شروع کردیم. من از پنجشنبه تصمیم گرفتم که شروع کنم به زدن. ایونتمون یک شنبه شروع میشد. مثلا فکر کردم که خیلی زود جنبیدم، ولی خب حالا در ادامه بهتون میگم چی شد. پنجشنبه شروع کردم، نخودچی‌ها رو زدم که حالا بالای یه ماه ماندگاری داره، تو یخچال نمیخواد باشه. بعد از نخودچی‌ها شیرینی مربایی‌ها رو زدم، چون بدون مارمالادش تا مدت‌ها تو جای خنک موندگاری داشت. پس این دوتا رو زودتر انجام دادم همون پنجشنبه، چون جمعه قرار بود که تا عصری نباشم خونه. بعد از اینکه عصر برگشتم دیگه خمیر خرمایی‌ها رو درست کردم گذاشتم کنار، ولی همه کارهای سختش انداختم از شنبه، یعنی یه روز قبل از ایونت. صبح شنبه شد با استرس خیلی زیاد. یه عالمه شیرینی هنوز مونده بود و من شروع کردم اول از همه زدن کلوچه خرمایی‌ها. خمیرش رو که درست کرده بودم تو قالب زدم و گذاشتم توی فرن. بعد از اون کرینکلا رو زدم، کوکی‌های شکلاتی. نمیدونستم واقعا چه تعدادی قراره بزنم. همین شکلی گفتم 3 تا جعبه مثلا خرمایی، 2 تا جعبه مربایی. کشمشی هم تو برنامه‌ام بود، ولی اونم همینطور. اونم گفتم 3 تا جعبه بسته دیگه، اصلا ببینیم فروش میره نمیره، چه جوری میشه دیگه. خلاصه اینا رو زدیم، رسیدیم به غروب که کشمشی ها رو زدم دیگه واقعا توانایی ادامه کار رو نداشتم، چون وسطش هم باید غذا درست میکردم، کاری بچه ها رو انجام میدادم، خودشون هم یه پروسه جدا داشت. چیزی که این وسط خیلی منو مثلا آروم میکرد و به هم امید و انرژی میداد وقتی بود که شیرینی ها درست شده بودن و تو جعبه میذاشتم و پکشون میکردم. گفتم خب خدا رو شکر که کیش تموم شد. یه اتفاق برنامه‌ریزی نشدم این وسط پیش اومد. مسئول غرفه به من پیام داد، گفتش که چون تعداد غرفه دار زیاد و زمان زیاده، اگه بشه شما یه تعدادی کیک درست کنین.
دیدم هم گزینه خوبیه، همین که راست میگه غرفه‌دار زیاده، بالاخره عصرونه شاید بخوان. دیگه گفتم کدوم کیک رو بزنم. به فکرم رسید کیک هویجگردو میتونه یه گزینه خیلی خوبی باشه. دیگه شروع کردم با اون خستگی زیاد. آخر شب، یعنی آخرین چیزی که زدم کیک بود. اگه دوست دارین کیک هویجگردو آموزشش رو ببینین حتما توی کامنت ها برام بنویسین. قبلا درست کرده بودم، این سری نمیدونم چی رو کم و زیاد کرده بودم یا اصلا چه اتفاقی افتاده بود که هر کاری میکردم کیک از قالب در نمیومد. دیگه کیکم خراب شد. به همین راحتی 2 تا کیک زده بودم، کیک خراب شد و نتونستم ببرمش. توی یه موقعیت خیلی سختی قرار گرفتم که حالا مثلا زل بزن به شاهکاره. تصمیم گرفتم صبح زود بلند شم کیک شکلاتی بزنم. یک شنبه شد و روز اول ایونت. نمایشگاه از ساعت 11 صبح شروع می شد، ولی روز اول بود. غرفه‌دارا بعد زودتر می اومدن، جاشون رو مشخص می کردن. حالا چیدمان و اون که چیدمان زیاد داشت که بعد از 6 صبح می اومد. تصمیم گرفتم من از 7 صبح بیدار شم کیکم رو بزنم تا خنک بشه، یعنی تا بپزه خنک بشه خودش 2 ساعتی طول میکشید. دیگه تو این حین شروع کردم بعد از زدن کیک شروع کردم بسته بندی کردن، سلفون کشیدن روی جعبه ها، لیبل زدن، دیگه چیزای انتهایی کار. ساعت از 10:30 هم گذشته بود، من هنوز خونه بودم. دیگه طرفای 11 بود که وسایل رو گذاشتم تو کیسه و اسنپ گرفتم و با حسین راهی نمایشگاه شدم. توی مسیر داشتم فکر میکردم که واقعا یعنی این شیرینی ها اصلا فروش میره یا قراره یا همشو یا بیشترشو برگردونم. ولی دلم خوش بود که اگه برمیگشت روزای بعدی هم هست. روز اول گذشت ولی فروشم برام راضی کننده نبود. با این وجود چیزایی که کم شده بود و باید جایگزین می‌کردم که میزم خالی نمونه. با خستگی زیاد ساعت 8 شب برگشتم خونه و سریع شروع کردم به درست کردن شیرینی‌ها تا 2 شبم طول کشید. برنامه روز دوم و سومم به همین منوال گذشت. کم کم فروشم بیشتر شده بود. باید صبح زود بیدار می شدم و کیک درست می کردم. شبا هم تا دیر وقت شیرینی و کوکی می پختم. روز آخرم دیگه همه میزم رو جارو کردم بردن، چون همه رو آخراش که مونده بود و با تخفیف گذاشته بودم همه رو بردن. شیرینی کشمشی هم خیلی طرفدار داشت، اونا هم کم اومد. خودش این شد باب سفارش برای روزای بعد نمایشگاه. اون فرمایی هم که حسین گرفته بود همشون رو تو این چند روز پخش کردم. یه سری هم باهاش عکسای یادگاری گرفتم. خب این جریان 5 شبانه روز من برای ایونت بود. در مجموع خیلی خسته شدم ولی بازم خدا رو شکر. حالا فقط میخوام برم بخوابم. وایسی الان یه پیام برام اومد. به نظرتون برم؟